در شهر رومی ایتالیا 8 عضو یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان را بازداشت کردند. حالا معلوم نیست سبب بازداشت اعضای گروه 24 چی است، هرچند خودشان میگفتند که برای تشکیل اعتراض بر روم میروند. بازداشت هنگام ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان با رهبران این کشور اروپایی صورت گرفته است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما است. میرزانبی سلام، اول از موضوعهای صحبت و گفتگوهای پرزیدنت رحمان با رهبران ایتالیا بگوید. سلام خیرامان، سلام بینندگان ارجمند. اگر به خبرهای رسمی تکیه کنیم میبینیم که مقامات دو کشور بیشتر به مسائل همکاری‌های امنیتی و اقتصادی تکیه کردند. مهمترین سازشنامه‌ای که دو کشور امضا کردند همکاری در مسائل امنیتی نامیده شده است. البته هنوز محتوای آن دسترس نیست، ولی پس از امضای سازشنامه رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با وزیر کارهای داخلی ایتالیا صحبت کرده است. در صحبت مسئله استرداد متهمان به جنایت در تاجیکستان بررسی شده است. رمضان رحیمزاده گفته است که بعضی از جنایتکاران به اروپا از آن جمله به ایتالیا با بهانه گرفتن پناهندگی سفر کرده پنهان شدند. مخالفین میگویند که هدف مقامات بیشتر پناهندگان سیاسی است که آنها را تروریست و افراطگران نامیده تعقیب میکنند. پیشتر از این مقامات ایتالیا خبر دادند که یک شهروند تاجیکستان را با اتهام عضویت در داعش بازداشت کردند و امامعلی رحمان همچنین با پیترو سالینی رهبر شرکت ویبیلد صحبت کرده است که نیروگاه عظیمی راغون را میسازد. میرزانبی گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان اعلام کرد که یک گروه اعضایش را که میخواستند در روم اعتراض کنند بازداشت کردند. در این باره چی جزئیات به دست آورده؟ بله خیرامان، گروه 24 اعلام کرد که روز گذشته 8 عضوش را در روم بازداشت کردند. به نامه ما درباره سبب بازداشت هنوز پلیس ایتالیا پاسخ نداده است، ولی سخنگوی گروه 24 به ما گفت که طرفداران آنها را پلیس ایتالیا در نزد قصر پرزیدنت دستگیر کردند. از این بازداشت شدگان ما تنها یک صدای دریافت کردیم که در آن گفته شده بود که آنها دستگیر کرده شدند و تلفن‌هایشان از دستشان گرفته شده است و تنها به یکی از آنها اجازه داده شده است که از دستگیر شدنشان برای ما خبر بدهد. بر اساس همین ما با سفارت آلمان در کشور ایتالیا مراجعت کردیم، زیرا تمام بازداشت شدگان پناهندگی سیاسی کشور آلمان را دارند و علاوه بر این وکیل گرفتیم تا اینکه بتواند به آنها کمک برساند برای آزاد کردنشان. و در سفر امامعلی رحمان به آلمان سال گذشته یادتون باشد 10 نفر از طرفداران مخالفان اعتراض کرده بودند. ضمناً روز 22 اپریل یک گروه خرد در لیتو تظاهر کرده از حکومت ایتالیا و کشورهای دیگری اروپایی خواست که از پذیرایی رهبران خودکامه از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان خودداری کنند. به قول مخالفان کشورهای دموکراتی اروپا با این کارشون دست امامعلی رحمان را برای نقض بیشتری حقوق مردم و سرکوب دیگراندیشی و مناقضان بازتر میکنند. تشکر. این بود آخرین تحولات از ایتالیا که برابر با سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان آنجا گروه مخالفان حکومت بازداشت شده است.